ارتعاش، واژه‌ای که بسیاری آن را کلید خوشبختی و یا بدبختی انسان‌ها می‌دانند. به راستی که ماهیت واقعی ارتعاش چیست و این ارتعاش از کجا به وجود می‌آید و یا اینکه عملکرد این ارتعاش در زندگی ما به چه صورت است و تا چه اندازه می‌تواند نقش مهم و حیاتی در زندگی ما انسان‌ها ایفا کند. تا انتهای این پست با ما همراه باشید. در واقع ارتعاش همون انرژی هستش که اطراف بدن تمام انسان‌ها وجود داره. ما از طریق ارتعاشمون با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم و حتی شغل و کار و یا انسان‌های مد نظر خودمون رو جذب می‌کنیم. زمانی که ارتعاش ما روی مدار بالایی قرار داشته باشه، انسان‌هایی که در مقابل ما قرار می‌گیرن دقیقاً در سطح ارتعاش ما خواهند بود. شما در هر کاری زمانی که ارتعاش بالایی داشته باشید، قطعاً دارای موفقیت بهتری خواهید بود. زمانی که یک فرد دارای ارتعاش پایین باشه، مطمئن باشید زمانی که ورود به هر کاری بکنه با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد که بسیاری از این چالش‌ها حتی از نظر انسان‌های دیگه بسیار عجیب خواهند بود و براشون تعجب آوره که چرا چنین چالش‌هایی برای این شخص به وجود آمده. بسیاری از افراد هستند که ادعا دارن از زمین و زمان براشون بدبختی میباره، اما به این نکته توجه نمی‌کنن که تمام این بدبختی‌ها توسط خود فرد جذب میشه. در واقع این ماهیت انرژی و ارتعاش ما هست که هر چیزی رو به سمت ما جذب میکنه. اگر ارتعاش بالایی داشته باشید، قطعاً شغل عالی، وضعیت مالی فوق‌العاده و همچنین ارتباطات سالمی خواهید داشت. اما اگر ارتعاش پایینی داشته باشید، قطعاً در روابط شغلی و عاطفی و از نظر مالی با شکست‌های بزرگی مواجه خواهید شد و انگار زمونه کاملاً با شما سر لج برداشته. اما به راستی روش‌های اصلی افزایش ارتعاش در بدن ما چیه؟ اولین و مهمترین راهکاری که باعث افزایش ارتعاش در ما میشه شکرگزار بودنه. در واقع قانون شکرگزاری انرژی‌های بسیار عظیمی در بدن ما ایجاد میکنه که باعث میشه ناشکری برای همیشه از زندگی ما خارج بشه. در واقع شکرگزاری اون کلیدی هستش که به ما یاد میده در هر شرایطی و تحت هر وضعیتی که قرار داریم باید حتما شکرگزار باشیم، چرا که همیشه شرایط میتونه از اینی که هست بدتر بشه. پس انسان همیشه باید شکرگزار داشته‌های خودش باشه تا بتونه چیزهای بیشتری رو به دست بیاره. به یاد داشته باشید که اگر شکرگزار داشته‌های خودتون نباشید، قطعاً نمیتونید چیزهای بیشتری رو به دست بیارید. پس شکرگزاری یکی از مهمترین و اصلی ترین راهکارهای افزایش ارتعاش در ما خواهد بود. راهکار دوم، استفاده از مدیتیشن. سعی بکنید که در روز حداقل 2 مرتبه مدیتیشن بکنید. مدیتیشن کردن باعث میشه که تمام اضطرابات و انرژی هایی که در طول روز به بدن ما چسبیدن از حاله انرژی ما تخلیه بشن و به جاش انرژی تمیز و پاک وارد بدن ما میشه. این تصفیه انرژی این امکان رو به ما میده که دارای ارتعاش بالاتری باشیم و به راحتی بتونیم سطح انرژی خودمون رو بالا ببریم و همچنین خواسته های خودمون رو سریعتر و بهتر از قبل جذب کنیم. راهکار سوم، پاکسازی چاکراهاست. در واقع این چاکراهای ما هستند که فیلترهای اصلی تصفیه انرژی در بدنمون و در واقع زمانی که این چاکراها دچار مشکل بشن، بدن ما و کل سیستم انرژی بدن ما دچار مشکل میشه و در نتیجه ارگانهای داخلی بدن ما هم دچار مریضی‌های مختلف و متعدد میشن. زمانی که چاکراها ناسالم باشن، قطعاً سلامت خود فرد هم به خطر میفته و زمانی که شخص دارای چاکراهای قوی باشه، انرژی‌ها و ارتعاش فوق‌العاده‌ای خواهد داشت که این مسئله باعث ایجاد شادابی و تندرستی کامل در فرد میشه. پس پاکسازی چاکراها یکی از مهمترین اهرم‌های این مسئله است. قدم بعدی استفاده از تمرین آلفا هست. در واقع تمرین آلفا نوعی مدیتیشن هم محسوب میشه، اما چون نسبت به مدیتیشن برای افراد مبتدی ساده تر هست، معمولا افراد راحت تر میتونن از این تمرین فوق‌العاده استفاده بکنن. روش انجام این کار هم به این شکل هستش که شبها قبل از خوابیدن و صبحها بعد از بیدار شدن چشمها رو ببندید و بدن رو ریلکس کنید و به پشت دراز بکشید و از عدد 100 تا عدد 0 شمارش معکوس رو انجام بدید. سپس با آرومی چشماتون رو باز بکنید و آروم آروم از جاتون بلند بشید. تمرین آلفا به شما کمک میکنه که تنش‌های عصبی از شما دور بشه، ذهن شما آروم بشه و گردش انرژی در بدن شما به بهترین شکل ممکن انجام بشه. در نتیجه از اونجایی که در تمرین آلفا شما به دروازه‌های عمیق‌تری از ذهن خودتون نفوذ میکنید، جریان‌های راکدی که در ذهن شما قرار دارن هم کم کم به صورت آب روان به جریان در میان و در نتیجه انرژی‌های منفی رو هم با خودشون میبرن. و اما راهکار آخر و قدم پنجم، فعالسازی کردن تمام چاکراهای بدن. اما به یاد داشته باشید که قبل از فعالسازی چاکراها باید حتما تمام چاکراها یک دور پاکسازی بشن.
در واقع در فرایند فعالسازی کردن چاکراها اتفاقی که میفته اینه که انرژی هایی که در بدن ما وجود دارن به اوج خودشون میرسن و در واقع اون فرایندی که در پاکسازی چاکراها باعث تصفیه انرژی ما شده در اینجا به شکلی قدرتمند خودش رو نشون میده و میتونه در قالب قدرت و انرژی های بسیار فراوان و همچنین ماورایی و روانی خودش رو به بهترین شکل ممکن نمایان بکنه و باعث ایجاد توسعه و رشد فردی و در نتیجه نزدیکتر شدن به معنویات و در نهایت اتصال به کیهان خواهد شد. ما تنهاییم تو این عالم. کی با شماست؟ هیچ کس با شما نیست. پدر و مادر و زن و فرزند و اینا همه میذارن میرن. 4 روز با شما هستن، بعدا هم تازه هم موقعم که با شما هستن در وجود خودشونن. هیچ کس نمیتونه وارد وجود شما بشه. شما تک و تنها هستین در این عالم. اون وقت یه نفر میاد میگه که و هو معکم اینما کنتم. او با شماست. این شراب معیت، حضور، که آدم حس بکنه که او حضور داره پیشه. دیگه هیچ وقت آدم تنها نیست. چون معیت او غیر از معیت خلقه. معیت او چنانه که از ما به ما نزدیکتره.